سلام سلام حسام جان. سلام ارادت، مخلصم. شما خوبید؟ مخلصم. خوبین؟ سلامت باشید. شما خوبید؟ قربون شما. من مثل این شوها هستن که به اصطلاح میری کنسرت قبلش خلاصه یه نفر میگه نمایشی اجرا میکنه این حرفا که گرم بشه این صحبت ها. من موزیک گذاشته بودم، موزیک جاز واسه عالی. یه آره آره خیلی عالی. من داشتم گوش میکردم، خیلی خوب بود. ارادتیم. چکریم. خوبین؟ سلامتین؟ سلامت. شما زهوار. خوبید؟ قربون شکر شما. سلامت باشید. شما خوبید؟ خدا رو شکر خوبیم. آقای حسام خان، عرض کنم که امروز این لایو رو به اصطلاح گفتم بذاریم ما هم دیگه. چند روز پیش نمیدونم دیدید یا نه، من یه استوری گذاشتم که داشتم کارای نامه های خانم سارا که به اصطلاح من و شما با هم دیگه کاراشونو کردیم و به اصطلاح برای نامه های کاری و این صحبت ها من یه چیز استوری مختصری رفته بودم که به اصطلاح داشتم نامه هاشو میزدم برای بچه ها به اصطلاح بودش. خیلی ها سوال پیش اومد که آقا چجوری بیایم چیکار کنیم، چجوری تو داری نامه اینا به اصطلاح میزنی کار رو میکنی به اصطلاح. و خب خیلی هم از من سوال کردن که ما چجوری بیایم این داستانا چجوریه. من گفتم که با شما که به اصطلاح یک کلمه وکلای ما هستید که ارادت دارم من و میشناسمتون، سلامت باشید. با هم دیگه راجع به یه سری سوالایی که خیلی پرتکرار هستش صحبت کنیم، شما جوابا رو بدین، اون کسایی که میخوام بیان احتمالاً علاقه داشته باشن که بدونن. بله، راجع به جاب آفر در واقع میتونیم صحبت کنیم که مسئله که هست که الان در واقع رویکرد سازمان مهاجرت و کلا دولت کانادا اصلا بحثای جاب آفره به شکل کلی. یعنی بحثایی که در واقع چون اینها اومدن کاری که کردن، گفتن که ما وقتی میخوایم مهاجر بیاریم داخل کانادا، باید بله. مهاجرهایی بیاریم که به درد بازار کار کانادا بخوره و بتونه اون کمبودهایی که ما حالا توی جاهای مختلف و لحاظ کاری داریم رو جبران کنه. به خاطر همین بحث جاب آفر و مهاجرت از طریق جاب آفر خیلی بولد شده این روزها. مسیرهای خیلی زیادی هم براش هست که حالا امروز ان صحبت می‌کنیم راجع به اونها. حتما. من این سوالایی که به اصطلاح خیلی پرتکرار هست رو نوشتم، من اینا رو از روشون میخونم واسه اینکه خیلی اونایی که خیلی پرتکرار بوده رو من نوشتم میخونم از روشون و بعد خب شما به اصطلاح زحمت بکش. بعدم اینکه اگه چون از طرف شما مسلما خیلی از فالوورهای شما هم و اون کسایی که از طرف ما معرفی شدن و با به اصطلاح شما سر و کار داشتن و خیلی هم راضی بودن، سوال داشته باشم اونم من در خدمتتون هستم. حتما. خیلی مالی. عرض کنم که حسام گل، اولین سوال اصلا چرا جاب آفر؟ این همه راه هست برای اومدن به کانادا. یه سری دوستان اون کسایی که پیجای ما کانادایی ها رو، اون کسایی که تو کانادا هستیم و میبینن، خیلی ها هستن پیشنهادای فرانچایز و چی و چی و چی و اینا میدن. حالا امروز راجع به جاب آفر، چرا جاب آفر؟ بعد از این جاب آفر به چی میرسیم؟ این داستانش. بله، ببین اولا خب مسیرهای مهاجرت و گرفتن ویزای کانادا مسیر خیلی مختلفیه. هر کدومش در جای خودش و برای آدم خودش میتونه مسیر درستی باشه. فقط مهم نیستش که اون آدمه اون مسیر درست خودش رو پیدا بکنه. جاب آفر هم یکی از این مسیرها هست که خب طیف بیشتری از آدم ها میتونن از این مسیر اقدام بکنن. از طریق جاب آفر. بله، از جاب آفر. موضوعش هم اینجا هستش که خب بیشتر جاب آفرهایی در کانادا هست و جاب آفرهای مرتبط با مشاغل فنی و حرفه‌ایه، از جمله کاری که خود شما انجام میدید و حالا کارهایی توی این رده شغلی که خب خیلی زیاده، چون کانادا اصولا کشور خدماتیه و 75% مشاغلش مشاغل خدماتی هستن. در نتیجه آفر و جاب آفر تو اینها خیلی زیاده. اینکه چرا جاب آفر، اول صحبت هم گفتم، نکته اینجاست که خب به هر حال دولت کانادا به این نتیجه رسیده که من اگر میخوام مهاجر بیارم باید کسی رو بیارم که به درد مارکتم بخوره و بتونه اون مشاغلی که کشور من کم دارم رو و بسازه. دقیقاً اونایی که نمیتونم از داخل تامین بکنم رو کسی رو بیارم که این کار رو انجام بده. در نتیجه مسیرهای مهاجرتی جاب آفر بیس مسیرهایی هستن که خیلی زیاد شده. استانها تقریبا 80% 85% مسیرهای مهاجرتشون رو بحث جاب آفر میچرخه و خود دولت کانادا هم و اداره مهاجرت کانادا هم به سمت این موضوع رفته که این مسیرها رو تقویت کنه و در واقع کاری بکنه که افراد از این طریق بیان. پس یعنی همه الان این مسیرها. جاب آفر، این جاب آفر یعنی الان آسون ترین و سریع ترین راهه؟ نه، ببین نمیشه اصلا اینجوری تقسیم بندی کرد. این به اون آدمه برمیگرده. مثلا اگر ما یه نفر داشتیم 29 سالش باشه، پزشک باشه، دندون پزشک باشه، خب الان مثلا استان آنتاریو خیلی مسیر بهتریه براش تا اینکه بیاد جاب آفر بگیره. ولی اگه یک نفر در واقع مثلا تحصیلات پایینتری داره یا کاری که انجام میده مثلا تو زمینه فنی و حرفه‌ایه
یا شاید سن بالاتری داره که امتیازاتش نمیرسه از جاهای دیگه، خب جاب آفر قطعا مسیر خیلی بهتریه براش. پس به اون آدمه برمیگرده اینکه بگیم بهتره یا سریعتره. آها بسیار. یه چیز دیگه ای که خیلی به اصطلاح از من توی دایرکت سوال کردم، مخصوصا میگم بعد از اون به اصطلاح ویزای موفقیت آمیزی که شما زحمت کشیدید واسه خانم سارا و داشتیم کاراشو میکردیم، خیلی اومدن سوال کردن که آقا آیا تو این من اگه بخوام از روش جاب آفر مثلا بخوام بیام کانادا شما کار ما رو بکنین، آیا از اول با خانواده وارد کانادا میشین؟ خب یا اینکه نه از اول خودم میام بعد میرم خانواده‌مو میارم بعد خانواده بعداً به من جوین میشن؟ اینو یه توضیح میدیم واسه کسایی که دوست دارن بدونن. بله، ببین هر دو تاش امکانش هست. جاب آفر در واقع چندین و چند مسیر داره. یه سریاش در واقع جاب آفرهایی هستن که شما اول اجازه کار دریافت میکنید یا ورک پرمیت میگیرید، وارد کانادا باید بشید، 6 ماه 1 سال برای کارفرماتون کار بکنید، بعدش اپلای کنید برای اقامت دائم. توی این نوع از جاب آفرها خب می توانید با خانواده با هم اقدام کنید، اما بهتر این هستش که در ابتدا تنها اقدام کنید. چرا؟ چون این جنس این آفر جنسی هستش که نشون میده که شما در واقع موقت، یعنی تو اپلیکیشن باید اعلام کنید که من موقت 2 ساله 3 ساله میخوام کار کنم بعدش برگردم. پس هر چقدر شما وابستگیتون به خارج از کانادا بیشتر باشه، این رو در واقع بهتر یعنی میتونید نشون بدید. این که حالا این چیزی که من فهمیدم یعنی که وقتی من جاب آفر میخوام اقدام کنم باید به اون آفیسری که اونجا نشسته بهش یه جورایی ثابت کنم که آقا من دارم میام کار کنم برای یه ساپورت خانوادم بله. و الان من اول کار اگه جاب آفری گرفتم واسه خودم گرفتم نه واسه خانوادم، یعنی افسره باید به این نتیجه برسه دیگه. بله دقیقاً. چون این ورک پرمیت جنسش از جنس در واقع ویزای موقته. پس ما باید به این آفیسر رو متقاعد کنیم که من برای 2 سال 3 سال میام کار میکنم برمیگردم. حالا اینکه بعدم میام داخل کانادا از یه مسیر دیگه برای اقامت اقدام میکنم یه داستان دیگه است، منافاتی با اون قضیه نداره. ولی یک نوع دیگه از جاب آفرها هستن که ما بهش میگیم پی آر ساپورت، یعنی جاب آفری هست که از همون ابتدا شما میتونید برای پی آر اقدام بکنید. این جاب آفرهایی هستند که با خانواده از همون روز اول میشه اقدام کرد، هیچ موضوعی هم نداره. پس به شکل کلی با اینکه برای همه جاب آفرها ما میتونیم این داستان در واقع همراهی خانواده رو داشته باشیم، توصیه این است برای اونایی که میخوان ورک پرمیت بگیریم در ابتدا تنها اقدام بشه تا شانس خودشون بالا بره. پس ولی این امکان هستش که بعداً به اصطلاح بتونن دوباره خانواده رو بیارن. حتما. چقدر بله. طول میکشه حسام جان، چقدر طول میکشه کسی بخواد همچین کاری بکنه، بخواد مثلا حالا بیاد وارد بشه خودش قبول بشه بیاد داخل کانادا اوکی ویزا رو بگیره، حالا که اومد داخل کانادا و شروع کرد به کار کردن یا حالا به هر عنوان وارد کانادا شد، حالا چقدر طول میکشه بتونه زن و بچه رو بیاره خانواده رو بیاره؟ تایملاین خب توی هر زمانی متغیره. الان که دارم با شما صحبت میکنم اتفاقا استوریش هم چند دقیقه پیش گذاشتیم، حدود 37 هفته است، 40 هفته اگه اشتباه نکنم، 40 هفته حدوداً برای در واقع ورک پرمیت همسر. حالا اینا مثلا پارسال توی نیمه دوم سال یا 3 ماهه آخر سال میلادی شده بود تقریبا 2 ماه 2 ماه و نیم، یعنی خیلی سریع صادر میشد. ولی خب معمولا این پروسه همسر رو به طور میانگین باید انتظار داشته باشیم که 6 ماه تا 8 ماه طول بکشه برای جوین شدن. خب حالا تا توی جاب آفر داریم صحبت کنیم، چون میگم میبینم بعضی هم روی تلگرام به ما مسیج میدن تا بحث جاب آفر هستش، این در مورد روش اسکیل ترید استان آنتریو که از توی اکسپرس انتری انتخاب میشه و این صحبت ها، اینو میشه بفرمایید چه شرایطی داره کسی که بخواد به عنوان اسکیل ترید، مثلا من کارم توی ایران، خب من کار دوربین میکنم، کار آسانسور میکنم، من کار نمیدونم کناپ میکنم، نقاشم، اسکیل ترید چجوریه داستانش؟ چه توضیح قرم دستتون؟ بله ببین اتفاقا این برنامه خیلی برنامه خوبیه، یعنی در واقع چون زیر مجموعه اکسپرس انتری هست مستقیم برای اقامت دائم اپلای میشه و یک سری ویژگی ها داره. ویژگی اصلیش این هستش که خب خیلی سریع این برنامه و با امتیازهای پایین توی اکسپرس انتری دعوتنامه دریافت میشه، کل خانواده میتونن با هم برای اقامت دائم اپلای کنن. شرایطش هم این هستش که در واقع حداقل آیلتس 5.5 داشته باشن، حداقل 1 سال سابقه کار در استان آنتاریو و توی اون شاخه شغلی که میخوان براش اپلای کنن، حالا برقکار هست، نقاش هست و هر شاخه دیگه که در واقع توی
حوزه در واقع فنی و حرفه‌ای قرار میگیره. یک سال اصلا آنتاریو داشته باشن. حالا این برنامه خیلی اصلا خب من خارج از آنتاریو هستم، من چیکار کنم؟ خب همون در واقع جاب آفر میشه برای شما دریافت بشه، وارد کانادا بشید، یک سال برای کارفرماتون کار بکنید در اون زمینه و بعد از یک سال اپلای کنید برای این برنامه. با امتیاز خیلی پایین، یعنی نمره زبان خیلی بالا شاید لازم نباشه، گفتم در حد 5 حداقلش هست و راحت میشه در واقع از این برنامه اقدام کرد. کسایی که در واقع شرایط اولیه‌شو دارن میتونن اقدام بکنن برای گرفتن جاب آفر، ورود به کانادا، یک سال کار کردن و بعدش هم اپلای برای پی آر. حالا اینا رو گفتیم، پس گفتی که بیان اقدام کنن و این کارو بکنن. حالا دوباره ما یه مرحله، ما از اول از جاب آفر و این داستان شروع کردیم، برای اینکه چجوری به اصطلاح چقدر به اصطلاح چجوری میشه بیای روشش چیه، و الان هم شما گفتید که به اصطلاح برنامه اسکیل ترید چیه. حالا دوباره برگردیم یه مرحله عقب‌تر. اوکی، من الان بعد لایو امروز میبینم که کلی هم ما از این به اصطلاح همکارای ایمیگریشن دارن نگاه میکنن لایو ما رو. خلاصه من الان لایو امروز رو دیدم، به نظرم منطقی اومد و میخوام که الان بیام از طریق مثلا مایکی پیرستانی یا پیج مایکی پیرستانی یا مستقیما خود شما با آقای حسام کاظمی قرارداد ببندم. خب حالا سوال من اینه که تو این به اصطلاح مشاغل اسکیل ترید و این جاب آفر که گفتین، از وقتی که قرارداد من با شما میبندم خب تا موقعی که من ویزا بشم چقدر زمان میبره؟ آقا من یه ویلایی دارم، یه خونه‌ای دارم، یه ماشینی دارم، یا اجاره دارم میدم، یا همچین چیز، یه سری ملک و اینا دارم، تا بخوام اینا رو به اصطلاح تکلیفشو بدونم. من الان میخوام یه تایم فریمی داشته باشم تو ذهنم که من برنامه‌ریزی کنم. خب حالا از الان که من با شما قرارداد ببندم، از امروز تا دریافت ویزا چقدر زمان میبره؟ این یه دونه. سوال بعدی هم اینه که به اصطلاح خب بذار اول این سوال رو جواب بدین زیاد طولانی نشه. آره ببینید، در واقع نوعی که ما کار میکنیم این هستش که ما 6 ماه فرصت میگیریم در ابتدا که بتونیم آفر رو پیدا بکنیم متناسب با شرایط از زمان قرارداد. از زمان قرارداد. پس یعنی الان بدونن که 6 ماه طول میکشه، این 100%. نه ممکن نه 6 ماه فرصت میگیریم که پیدا کنیم. ممکنه ما یه هفته‌ای کار پیدا کنیم، ممکن 5 ماهه بشه، ممکن 3 ماه بشه. در واقع اگه 6 ماه پیدا نشد حسام جون، اگه 6 ماه پیدا نشد چی؟ اگه 6 ماه پیدا نشد هیچ، قرارداد فسخه و کل مبلغی گرفتیم برمیگردیم. به اصطلاح به قول خودمون هیدن فی یا چیزی که حالا این کار اینا. ببین من اینا سوالی که از من سوال میکنن دارم ازتون میپرسم. بله خب پس 6 ماه. بله 6 ماه در واقع فرصت میگیریم که بتونیم جاب رو پیدا کنیم. وقتی جاب پیدا شد میریم توی اون پروسه‌ای که برای در واقع گرفتن تاییدیه ها و سابمیت اپلیکیشن و الی آخر هست. حالا این اگر ورک پرمیتی هست، خب طبیعتا باید بریم LMIA بگیریم. حالا اینا داستانش چی هست خیلی کاری نداریم، خیلی توضیحش مفصله. تاییدیه در واقع از اداره کار کانادا میگیریم، بعد میریم اپلیکیشن ورک پرمیتی سابمیت میکنیم و میریم جلو. اگر در واقع برنامه استانی قرار بگیره میریم نامینیشن استانی میگیریم و برای پی آر اپلای میکنیم و میریم جلو. اینکه چقدر طول میکشه باید انتظار اینو داشته باشند که از زمان قرارداد تا زمان صدور ویزا حدود 1 سال به شکل میانگین، ممکنه خیلی خوش شانس باشن بشه 6 ماه 7 ماه، ممکنه یه ذره بد شانس باشن بشه 14 ماه، و اگر اپلیکیشن پی آر باشه حدود 1.5 سال زمان ما احتیاج داریم تا وارد کانادا بشن. خب آیا تو این که امکانش هست که از داخل ایران پی آر بشن یا داخل ایران دریافت کنن پی آر رو و بعد بیان کانادا؟ بله هست برنامه‌هایی، مثلا برنامه‌های حالا به خصوص شرق کانادا، استان‌های حوزه آتلانتیک، برنامه‌های جاب آفر بیس. چه استانایی میشه بگیم استان رو؟ وقتی میگیم مثلا حوزه آتلانتیک، من جغرافیم ضعیفه. خب حوزه آتلانتیک اصلا آتلانتیک کدوم هست، چی هست؟ من چون توی ایران به اسم میشناسم، ممکن جغرافیم، ببخشید من اینجوری ازت سوال میکنم چون میخوام خیلی روونتر و نرمتر به اصطلاح چیز باشه. آره کدوم استان؟ ببین 4 تا استان شرق کانادا داریم: نووا اسکوشیا، پرینس ادوارد، نیو برانزویک و نیوفاندلند. به این 4 تا در نزدیک مثل تورنتو سرده یا سردتره یا گرمه؟ یه ذره سردتره. یه ذره سردتره. برای همین راحت‌تره. هزینه‌ها پایین‌تره، هزینه‌های زندگی اونجا خیلی هم اصولا شهرهای خیلی پایین‌تره، هزینه‌های زندگی پایین‌تره، بعد شهرهای جمع و جور و کوچیک‌تری هستند. حسام جون
بچه‌ای که دارن نگاه میکنن وقتی میگه هزینه پایین‌تره، مثلا اینکه اگه شما بخواید توی تورنتو یه زن و شوهر حداقل یه خونه بخواید اجاره کنین، حداقل $2500 در ماه بله اجاره خونه است. ولی این استانی که شما الان دارید میگید به حوزه آتلانتیک نووا اسکاتینا، همون خونه‌ای که توی تورنتو $2500 اونجا $1000 $1500. بله، هزینه خب خیلی پایین‌تره، هزینه زندگی اونجا. به این 4 تا استان میگن حوزه آتلانتیک. حالا اینا اومدن یه سری برنامه‌های مهاجرت دارن. اولا هر کدوم از این استان‌ها برنامه‌های خاص خودشون رو دارن، ما بهش میگیم برنامه استانی، هر کدومشون برنامه خودشون دارن. بعد در مجموع یه برنامه دیگه هم دارن، مثلا برنامه آتلانتیک، یعنی 4 تا استان با هم دیگه مدیریتش میکنن. توی این آها. برنامه آتلانتیک مثلا برنامه‌ای هست که شما اگر جاب آفر داشته باشید تو خیلی از مشاغل، نیازی نیست اصلا شروع به کار بکنید برای کارفرما. یعنی همون خارج از کانادا هم میتونید اپلای کنید مستقیما برای اوه، پی آر. خب این یه آپشنشه. یعنی یه لازم آپشن نیست دیگه هم مثلا داره. چیز دیگه مثلا بیاید اینجا حضور نه، داشته باشید. خیلی از مشاغل اینطوری نیست، ولی یک مثلا سری از مثلا مثلا فرض کنید چند ما آخرین آفری که گرفتیم که واسه همین دیروز هم هست، برای یه خانمی که ناخن‌کار هستن. خب این اوه، ناخن‌کار اصلا نیازی نیست، یعنی از همون ابتدا میتونه مستقیما برای نامینیشن استانی و بعدش هم یعنی بحث پی آر کسی اپلای که کنه. مثلا آرایشگره توی ایران، کار آرایش و رنگ و مش و نمیدونم ناخن و اینا میکنه، اینم پس میتونه بیاد اقدام کنه از این طریق اینجا. بله خب بله اینا میتونه چیزایی اقدام کنه. که خیلی مثلا نمیگن. خب تو لایو من فرقش همیناست که مثلا من آقا الان این کارم، آیا میتونم اقدام کنم؟ پس ناخنگیر و آرایشگاه و لیزر و آقای آره، دکتر، اونایی که حالا پزشک نیستن، پرستارن، ژل لب و بوتاکس و لیزر، اونا چی؟ اونا میتونن بیان؟ بله اون مشاغل هم جز مشاغلی هستن که میشه ازشون آفر گرفت. بله. یه سری مشاغل جنرال که در واقع اونها نیاز هست که 6 ماه مثلا کار بکنن، پس در ابتدا اگر آفر رو گرفتن باید ورک پرمیت رو بگیرن، بیان 6 ماه کار بکنن. مثلا فرض کنید کارگران ساختمانی، اینها این تیپ مشاغل، یا مثلا کسایی که توی خشکشویی کار میکنن، اینها در واقع 6 ماه سابقه کار رو میخوان. پس اولش ورک پرمیت میگیرن 6 ماه که کار کردن، بعدش نامینیشن و بعدش هم پی خب آر. یه سوالی من ازت بپرسم حسام جون، این به اسم کسایی که توی ایران میگی مشاغل جنرال یا فنی یا هر چیزی هستن، خب آیا مثلا من توی ایران گچکار ساختمونم، خب کار فنیه، آیا مثلا من کار لوله کشی میکنم، چراغ و اینا عوض میکنم، برق کارم مثلا، ولی سابقه و اینا هیچی ندارم که بخوام نشون بدم، فقط میدونم که کارم اینه، آیا میتونم از این طریق اقدام کنم؟ میشه؟ خب ببینید، وقتی این برنامه‌هایی هستن که در واقع شما باید کاری که میکردید رو اثبات کنید. آها، به هر حال یک کارفرمایی داشتید شما و از اون درسته. کارفرما با یک فرمت مشخصی باید اون سوابق کاریتون دریافت بشه، ارائه بشه و اگه من قابل واسه وریفای خودم کار کردن باشه. میکردم، اگه الان این که داری میگی حسام، خیلی ها سوال میکنن، یعنی من یه پستی دارم که به اصطلاح چجوری 5 شغلی که بیاین پولدارتر میشین بیاین، نزدیک بیش از 2 میلیون اون پست ویزا خورده، ویو خورده، اسخای میکنم. و یه دونه پست دیگه هم دارم که میگم که به اصطلاح بدون به اصطلاح نامه کاری بیا کانادا. حالا این سابقه که میگی، این سوال خیلی هست، آقا من واسه کسی کار کردم، برام یا خودم برای خودم کار میکردم، 20 سال سابقه برق دارم، سابقه کار دارم، ولی نه برای خودم ویزا بیمه. بیمه رد کردم، نه مثلا یا صاحب کارم مثلا به من بیمه نمیده یا هیچ کاغذی به من نمیده، اینا چجوری ثابت کنن؟ خب ببین، به حال یه داکیومنتی باید باشه. یعنی در واقع نمیتونیم بگیم که ما هیچی نداریم ولی این کارو کردیم. خب سازمان مهاجرت بر اساس صحبت من و شما نمیاد بپذیره، میگه شما باید یه چیزی رو نشون بدی، یا کارفرمات باید نامه بگیری، یا باید مجوزهای اون کار رو داشته باشی، یا باید بیمه رد کرده باشی برای خودت، مجوزش یا از کسا. یعنی چی؟ ببین مثلا خیلی حالا مثلا راجع به مثلا کارگر ساختمانی صحبت نکنیم، برای یک نفری که میخواد یک کاری انجام بده باید مجوز اون کار داشته باشه. مثلا فرض یک نفر که پزشکه باید خب پروانه طبابت داشته باشه که بتونه مطب بزنه، درسته. نمیتونه همینجوری بگه من پزشک هستم. برای خودش بیمه رد کرده باشه، مشخص باشه که در واقع این بیمه برای چه کاری بوده و اون لیست بیمش. یا مثلا فرض کنید یه نفری که چه میدونم مثلا عکاسه، خب اینم رفته مجوزهایی گرفته، یه بیمه خود اشتغالی و مثلا کشورها برای پروانه خودش رد کسب کرده، منظورتونه؟ پروانه پروانه کسب. کسبی داره برای خودش. بالاخره من باید یه داکیومنتی نشون بدم. اینکه هیچی ندارم و بخوام بیام کانادا یا حالا هر کشور دیگه ای، خب طبیعتا نشدنیه. درسته. حالا این داکیومنت ها خیلی بازه وسیعی داره، یعنی در واقع باید ببینید آدم با آدم متفاوته اینها.
یه چک لیست نیست بگیم خب 1 2 3 همه باید اینها رو داشته باشن یا 2 موردش رو داشته باشن. خیلی چیزای مختلفی میتونه باشه بسته به اون شغل و بسته به شرایط آفری که میخوایم بگیریم. باریکلا. حالا پس اینا رو هم گفتیم مرحله قبلی. حالا باز الان من اصلا نمیخوام با حسام کاظمی یا مایک پیرستانی یا اصلا کسی دیگه کار کنم، یه استپ میام عقب‌تر، میخوام حالا فکر کنم یا اطلاعات بیشتر جمع کنم. این داستان اسکیل تری که از طریق چه مشاغلی میشه اومد، خب بهش میگن ناک شغلی فکر میکنم دیگه. اینا رو من اصلا از کجا پیدا کنم؟ از کجا بدونم که من از چه طریقی میتونم به اصطلاح چیکار کنم بیام و چه شغلایی میخواد باید باشه پیدا کنم که آیا لایسنس میخوان یا آیا لایسنس نمیخوان. میدونی چی میگم؟ سوالم این که به ایده که آقا چه شغلایی چه جوری، آیا اون شغل لایسنس میخواد نمیخواد، اون رو توضیح هم بده. بله ببینید اینکه یک شغل لایسنس میخواد یا نمیخواد، خب چون کشور کانادا کشور در واقع بر مبنای در واقع فدرالیسم اداره میشه و دولت فدرال داره، یعنی هر استانی برای خودش میاد و قوانین مربوطه رو تعیین میکنه. پس اگر من میخوام ببینم یک کاری در استان آنتاریو یا بریتیش کلمبیا یا فلان استان لایسنس میخواد یا نه، باید برم وبسایت اون استان رو چک بکنم. مثلا در استان وبسایت خود آنتاریو گاورمنت رو نمیتونن؟ نه، اینا چون استانی هستش در واقع برای قسمت لایسنسینگ، متوجه. اینکه من به عنوان برقدار اگر میخوام در آنتاریو کار بکنم باید برم وبسایت استان آنتاریو و قسمتی که مربوط به اسکیل ترید هست رو نکنم. وبسایتش اسکیل ترید آنتاریو هست، حالا برای آنتاریو اوکات میشه. بهش میگن آنتاریو کالج آف تریدز. بعد اینجا در واقع نوشته که مثلا شما اگه بیکر هستی این کار لایسنس میخواد در استان آنتاریو یا نمیخواد، برقکار میخواد یا نمیخواد، دستیار برقکار میخواد یا نمیخواد و اینجا مشخصه. و اگر میخواد فرایند رسیدن به اون لایسنس چیه، اگر هم نمیخواد که خب نمیخواد. پس در واقع اینو من ما به تفصیل توی پیجم راجع بهش بله. صحبت کردم. حالا اینکه اصلا من شغلم چیه، در کدومی که من شغلم تو ایران یه چیزیه، یه اسمی داره و یه شرح وظایفی، ما در کانادا چی بهش میگیم به اون شغله و شرح وظایفش چیه. اینو یک سیستمی ما داریم که بهش میگیم سیستم تیر، تی دوتا ای آر. این در واقع این سیستم تیر یک سیستم در واقع دسته‌بندی مشاغل هست در کانادا که هر شغلی که در کانادا وجود داره رو میان در این قالب قرار میدن و تعریف میشه. حالا این مشاغل رو دولت در واقع فدرال، دولت جاستین ترودو و استانها میان تعریف میکنن که هر کدوم از این شغل‌ها رو آیا ما میخوایم یا نمیخوایم و خب یعنی هر اون چند میان وقت یه برنامه بار تعریف کنن. تعریف میکنن یا یعنی هی تغییر میکنه این لیست مشاغل؟ بله ممکن تغییر کنه، چون به این بسته به مارکت خودشونه. مثلا الان استان آنتاریو میگه مثلا من برقکار کم دارم، الان برقکار رو میخوام، بعد 2 سال برقکار میگیره، بعد میگه اوکی من یه برقکار نمیخوام، مثلا چه میدونم کسی که کار تاسیسات میکنه. آها خب پس این خیلی خیلی نکته مهمیه واسه کسایی که فالوور ما یا میخوان چیز کنن از طریق برق و برقکاری میخوام یا حالا هر رشته دیگه. دوستان کانادا و اون شانسه همیشه پشت در نمیمونه. اگه امروز رفتی دیدی که برقکار میخواد یا نقاش میخواد یا فلان میخواد، این به قول اینجا it doesn't mean که به این معنی نیست که خیلی خوب پس من حالا برم دورامو بزنم فکرامو بکنم تصمیمو بگیرم این همیشه برقکار میخواد یا مثلا آرایشگر میخواد. ممکنه فردا نخواد یا اصلا بگه مثلا به جای 1000 تا من امسال مثلا 10 تا میخوام. درست میگم؟ و البته معمولا تعداد اعلام نمیکنن، ولی خب به هر حال چون اینا صلاحیت استانه که برنامه‌ای برای خودشون دارن، اگه به اون پلنشون برسن میگن خب دیگه نمیخوان، از قبل هم اعلام نمیکنن، مثلا دیگه نمیگن که ما از 6 ماه دیگه برخورد نمیگیریم، یهو از فردا نمیگیره میره یه رشته دیگه رو در واقع همون دیگه. انتخاب میکنه. منظورم این که خلاصه اگه کسی فکری داره نظری داره یا میخواد اقدام بکنه برای اومدن، هرچه زودتر باید اقدام کنه، چون ممکنه فردا شرایط تغییر کنه، فردا به اصطلاح این شرایط نباشه و به علاوه که اون جهنمی که متاسفانه یه زمانی وطن بود برای دوستان دیگه واقعا جای زندگی برای هیچ کی حساب جون نیست، میدونی. و من باشم زودتر خلاصه یه فکر میکنم حالا برای مادر به هر جا. حالا شما خودتون به عنوان کسی که در واقع کارتون این هست، چند تا از مشاغلی که لایسنس نمیخواد رو میتونید بگید؟ مثلا تو بسیار. آنتاریو. ببین برق لایسنس میخواد 100%، خب ولی یکی از زیر شاخه های کار برق اینه که وقتی که
میخوای شما اقدام کنی و کار برق رو میکنی و میتونی در کنار برق هم یاد بگیری، کار دوربینای مدار بسته و سیستمای لو ولتاژ و دزدگیر و به اصطلاح سیستمای کنترل فور خونه های هوشمند، خب و هوشمندسازی خونه ها، عرض کنم تمام این داستانه هستش. این بسیار 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 کار تمیزتر و سبکتری حتی از برقکاری. اکثر مواقع شما داخل خونه هستید و کسایی که خوب باشن تو سیستم‌های هوشمندسازی خونه و اینا که هیچ لایسنسی هم نمیخواد اصلا، بله. اونا واقعا یه جاهای بیش از برقکارا هم پول میسازن. خب پس همین یکی از جابای خیلی یا کارهای خیلی عالی که لایسنس آنچنانی اصولا نمیخواد، کار به اصطلاح سیستم لو ولتاژ پایین و هوشمندسازیه. لایسنس خاصی نمیخواد، فقط دانش شماست. حالا اگه لایسنس رفتی بگیری که خب بهتر. از کارهای دیگه نقاشی ساختمان، کار کناف، اینا دوره دارن ها. خود همون آنتاریو کالج آف ترید دوره میذاره، ولی اینکه شما لزوما برای اینکه دست به این کار بزنی لایسنس بخوای، نه نیست. مثلا برای برقکار شدن شما باید لایسنس داشته باشی که کاری رو انجام بله. بدی، اون نه. ولی واسه نقاشی و اینا مثلا نمیخواد. فکر میکنم کار نجاری و فریمینگ هم نمیخواد لایسنس. من لایسنس دارم. خب فریمینگ ساختمان که استراکچر و بنای تمام ساختمان‌های اینجاست و همیشه هم کار واسش از نجار، اونا بازم دوره دارن ولی تا اونجایی که من میدونم لایسنس نمیخواد. کارهای خیلی خیلی چیز هستش که خیلی کارا هست. میگم تو همون خودتون گفتید توی برای استان آنتاریو کالج، مثلا آنتاریو کالج آف ترید، توی اونجا لیست تمام مشاغلی که میخوان نمیخوان همه هست. بله همش مشخصه، کدومش لایسنس میخواد کدومش نمیخواد، همش مشخصه. بله. خب حالا من یه سوال آخر که ازت دارم حسام جون اینه که آقا من به عنوان به اصطلاح فالوور اومدم و به اصطلاح از طریق پیج آقای مایک گفتم من میخوام به اصطلاح کارهای چیزامو انجام بدم، ورود اینامو انجام بدم و جاب آفر بگیرم. خب و بعد معرفی شد به آقای حسام خان کاراشو انجام داد و جاب آفر رو گرفت. حالا به هر شرایطی الان دیگه با کارفرما نمیخواد ادامه بده، با من نمیخواد ادامه بده، نمیتونه ادامه بده، یا اصلا هرچی آقای مایک من ویزامو گرفتم یا علی است و مدد، خدا حافظ. خب اون موقع چی؟ اون موقع باید بسیار چی کار کنم؟ آیا اصلا امکانش هست؟ همچین چیزی هست؟ بله ببینید دو حالت داره این در واقع چیزی که میتونه پیش بیاد. یه موقع هست من آفر میگیرم مثل اون برنامه آتلانتیک گفتم که لزوما شما میتونید کار نکنی از همون خارج از کانادا هم اپلای کنی و بعدش مستقیم پی آر میگیری و پی آر وارد کانادا میشه. تو این حالت در واقع از لحاظ قوانین کانادا شما وقتی پی آر هستی میتونی برای هر کسی کار بکنی یا هر جای زندگی بکنی. درسته آفر گرفتی با آفر اومدی، ولی از لحاظ اون چیزی که در واقع حالا هست توی قوانین شما میتونی اصلا کار نکنی بری برای نفر دیگه کار کنی یا پیش همون کارفرما کار بکنی. این برای پی آر. اگه مثلا جاب آفر من مثلا بیان وقتی پی آر بعد میشن برای آدمی که پی آر شده میتونه بره جای دیگه هم کار بکنه. خب ولی خب به هر حال از لحاظ اون بحث‌های اخلاقی و اینها خب طبیعتاً باید اون بر شروع به کار بشه. یه موقع شما ورک پرمیت دریافت می‌کنید. روی وقتی حالت که ورک پرمیت میگیری، اجازه کار میگیری، ما بهش میگیم ورک پرمیت کلوزد، یعنی شما برای اون کارفرما فقط ورک پرمیت صادر شده، نمیتونی ورک پرمیت بگیری بری برای نفر دیگه کار بکنی. ولی اگر موضوعی با کارفرما داری و حالا مشکلاتی هست، بسته به اون نوع مشکلی یه سری کارا میشه انجام داد. یکی از کاراش اینه که شما دوباره بری از یه کارفرما دیگه آفر بگیری، بعد اپلای کنی، یک ورک پرمیت جدید بگیری، یک کلوزد جدید به شما میدن، برای کارفرمای جدید میری برای اون کارفرما جدید کار میکنی. یعنی اینکه در واقع کارفرما مورد سوء استفاده قرار میده یک نفر رو. خب اون موقع اصلا شما میتونید به شکایت کنی، اون کارفرما توی بلک لیست قرار میگیره، بعد به شما اوپن ورک پرمیت حتی میدن، میتونید بری برای هر کسی کار بکنی. حالا حالتهای مختلفی ممکنه اینجا پیش بیاد، ولی قابلیت تغییر این ورک پرمیت هست قطعا. و حالا اگه اتفاق بیفته و این کارفرمای دب بکنه یا به هر دلیلی نتونه مثلا طرف کار کنه، این کارای انجام شده رو به اصطلاح پیگیری رو شما انجام میدید. بله خب اگر بحث ورک پرمیت جدید باشه همه این موضوعات رو ما انجام میدیم. بله بسیار عالی. خب میبینم که
هم دارن تبلیغ میکنن خیلی سوسکی آقای حسام خان این پایین. بله ما تو کانادا هم شعبه داریم، شرکت ما دارن بیزنس میکنن. خدا بده برکت، یه دادی بزنم سر این کوچه اینجا بگم بده بیا، خلاصه اینجا بازار بیزنس ها گرمه، خلاصه تبلیغ یه چیزی میخوایم بکنیم. عرض کنم بابا ما چاکر همه این تقریبا تمام سوالایی بود که من داشتم. ببینم اگه کسی از بچه‌ها، ما حدود فکر میکنم 10 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. اگه که حسام جون چیزی هستش به اصطلاح سوالی خودت مسئله چیزی هستش اونو آقا من یه بپرس. خودم دو تا سوال از شما بپرسم. یکی که شما خودتون چقدر طول کشید که بتونید این بیزینس خودتون رو داشته باشید و در واقع بر خودتون کار بکنید؟ چقدر زمان ببین گرفت؟ درست عرض کنم که برای خود من شخصه حدود 10 سال، در کم کمتر. خب چرا؟ برای اینکه من آره 8 9 سال طول کشید راستش بخوای که بفهم روزی که خودم بیزنس خودم رو داشتم پشت ماشین کار خودم، همون 8 9 سال طول کشید. موضوع اینه که شما برای اینکه بتونید توی کانادا به عنوان برکار برای خودت، ببین دو تا چیز متفاوته ها، برای خودت به عنوان برکار کار کنی یا برای کسی کار کنی. برای کسی به عنوان برکار کار کردن، شما از روزی که پاتو بذاری تو خاک کانادا میتونی از فرداش بری برای نفر کار کنی به عنوان کارآموز، شاگرد، حالا هر چی. ولی واسه خودت شما باید مستر داشته باشید، مسترتون رو بگیرید اول از همه. و این پروسه مستر گرفتن خودش 7 ساله. خب و وقتی که شما مسترتون گرفتید یعنی که 7 سال کار کردید به عنوان برق، یا 7 سال تو کار برق بودید. خب و بعد این زمان رو حتما طی کنید. بعد از اون میری یه شرکت ثبت می‌کنی، شرکت حقوقی، و پیمانکاری میگیری و شروع می‌کنی واسه خود کار کردن. یعنی تقریبا 7 8 سال طول می‌کشه تا بتونی واسه خودت کار کنی. اگه واسه دیگران کار کردن، از زمانی که پاتو بذاری یا شانس داشته باشی یه نفر رو پیدا کنی میتونی کار کنی. اوکی، بسیار عالی. بعد یه چیزی که خیلی میپرسن، البته من همیشه این سوالات رو ارجاع میدم به خود گوگل، ولی حالا شما اینجا هستید بپرسم. معمولا حالا پیمانکارهایی در رده شما و حالا توی این تیپ کارها، حالا درآمدهای سالیانه‌ای که دارن حدوداً یه بازه‌ای اگر بخواید بگید؟ خیلی بستگی داره. خب ببینید من کسایی هستن که واسه خودشون کار میکنن، خب کار برق میکنن. خیلی از هموطنای ایرانی هستن، بعضیاشون هستن کلا یه سری ها، نه ایرانی کلی هستن، یه خودشه و یه ماشین کوچیکه، یه کمپانی کوچیکی داره و در حد اینکه هر روز یه پولی در بیاد داره کار میکنه. خب اون یه چیزی حدود سالی فکر میکنم یه راحت دیگه باید سالی 80 تا 90 تا 80 90 تا رو باید یه راحت در بیاره که بتونه هزینه‌های کمپانیش هم بده. چون شما کمپانی کوچیک هم که باشه یه سری هزینه ثابت داره. یه کسایی مثل من اون وسط مسطا هن، اینا دیگه رنجش از 100 تا مثلا 200 تا در سال میشه. یه سری هم هستن که خب دیگه اونا مثلا کمپانی‌های خیلی بزرگن با تعداد کارهای خیلی بزرگ که ما اون انگشت کوچیکه اونا نمیشیم. اونا تا سال نیم میلیون، 1 میلیون، 2 میلیون، مثلا 3 میلیون، 4 میلیون. من سراغ دارم کسی که از دوستای نزدیک خود من که 4 میلیون دلار در سال درآمدشه. ولی خب اونا مثلا از این پروژه‌های انبوه‌سازی تاور و اینا انجام میدن. ولی خب پس بله از دیگه 80 90 هزار تا دیگه حداقلشه دیگه. از 80 90 هزار تا در سال شروع میشه تا 4 5 میلیون دلار. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. قربون ان شاءالله شما، خدا خواهش بیشترش هم میکنه. قربون شما، خواهش میکنم. عرض کنم که دیگه خب من ببینیم که بچه‌ها کسی سوالی شما از طرف شما سوالی چیزی هستش که بپرسیم. میتونیم ورک پرمیت باز رو هم توضیح بدیم آقای بله، ببین اوپن ورک پرمیت در واقع به مفهوم این هست که شما می توانید در کانادا برای هر کارفرمایی و هر کاری انجام بدید. محدودیت تو نوع کار و یا کارفرما نیست. کلوزد یعنی که شما برای یک کار خاص برای اون کارفرما فقط میتونید کار بکنید. اوپن برای هر کارفرمایی هر کاری. بله. خب یه از این ببینیم یه سوال هست. استاد آلبرتا مناطق رولار فعالیت دارین برای بله پیار؟ مناطق رورال اگس بگم اطراف و اینا. بله بله فعالیت فعالیت داریم. داره. آقای کاظمی همه نقاط کانادا رو اه، سانت به سانتش فعالیت دارن. بله درود ما بر رو همه محمد جان. برنامه فعال هستیم. بله. اوکی راجع به کنترل ابزار دقیق روز به جان این الان وقت آقای کاظمی نمیخوام راجع به اون چیزای کارهای برق و اینا، حتما تنهایی لایو میذارم برات.
دوره آنلاین برق. سواله بچه سواله راجع به برق رو بذارید وقت آقای کاظمی رو نگیریم، این آقای کاظمی برسن به کار و اینا و ما هم دیگه مزاحمشون نشیم. خواهش میکنم. مرسی از شما. خواهش میکنم. فدای شما. قربون خیلی شما. خوشحال شدم ان که دوباره منم با خیلی هم دیگه به اصطلاح به زودی صحبت کنیم. حتما در خدمت شما هستم. قربون شما. مرسی از همه خداحافظ. دوستان. قربون مرسی. شما. خدا. خداحافظ.